دیدگاه دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر. تاجیکستان سیاست درهای کشاد را پیش میبرد. 46% حتی شاید بیشتر از این هم هست اهالی کشور افغانستان را تاجیکا تشکیل میدهند. کاهش یافتن ذخیره‌های آب در دریاهای فرامرزی الکی امروز در اکثر کشورهای جهان احساس می‌شود. سوال در اینجاست، پرسش اینجاست که چرا طالبان مردم را بند می‌کشند؟ جامعه جهانی چرا خاموش است؟ هیچ وقت رهبریت تاجیکستان نسبت به گروه‌های تروریستی سیاست دوگانه را پیش نگرفتند. خاص زنایی است که به او حق داده شود. بهترین دانشمندان را این مادرها بوده تقدیم کرد. زیاد از 1.5 میلیارد مردم سیاره از آب نوشاکی تنفسی میکشند. هر چیزی که میمونیم آگاهانه کنیم، ما باید غفلت نداشته باشیم. سرزمین زیبا و با اجدادی ما را تسلیم تروریستا میکنید و نخبه‌ها و نسل آینده وطن ما را به کشور خودتون. نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه. با درود دوباره شنونده عزیز، امید با حضور عزیزتان ما را همراهی میکنید. در این قسمت نشرات دری برنامه دیدگاه را تقدیمتان میسازیم. امید مورد پذیرایی شما واقع شود. موضوع برنامه امروز دیدگاه را روی تاثیر جهانی شوی به هویت انسان انتخاب کردیم و جهت اطلاع بیشتر در برنامه امروز مهر صابریان، آگاه مسائل اجتماعی کشور، کارمند مسئول اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان را دعوت کردیم. خب روشن است که جهانی شوی به عنوان یک روند فراگیر به تمام پهلوهای حیات انسانی و گروه انسان‌ها در دایره هویت، فرهنگ، سیاست و اقتصاد و غیره تاثیر می‌گذارد. خب آقای مرد به برنامه خوش آمدید و امیدواریم یک صحبت بسیار خوب روی جهانی شوی و یا تاثیر آن به هویت ملی یا هویت انسان‌ها یک صحبت خوبی داشته باشیم. خب لطف کنید و بگویید که در ابتدا که هویت چی است و عدم آن چی تهدیدی به موجودیت و رشد یک دولت و یک ملت دارد. خب درود به شنوندگان ارجمند. پیش از همه باید قید کرد که در 2 عصر اخیر مخصوصا هویت ملی در جهان یک اهمیت خیلی جدی پیدا کرد، چون که دولت‌های ملی پیدا شدند و این دولت‌های ملی تو چند قدرتمند شدند و در اساس هویت ملی خود منفعت‌های عمومی ملی خود را حمایت کردند و اکثر آنها جهانگیر شدند که البته ما می‌دونیم این از اروپا سر شد و بعداً به کشورهای آسیایی با مانند ژاپن و کره آمد و در دایره همین جهانبینی هویت ملی آنها توانستند یک مردم خود را، یک توده بزرگ انسان‌ها را برای رسیدن به هدف‌های بزرگ سفربر کنند و آنها در این جاده جانبازی کنند و در این جاده عمر خود را صرف کنند و شب و روز مهنت کنند. و معلوم است که هر کشوری که در 2 عصر اخیر در اساس هویت ملی خود دولت خود را ساخت و در همین دایره یک دولت قدرتمند در سطح جهانی فعالیت کرد و منفعت‌های ملی خود را در جهانی معاصر حمایت کرد، آن موفق شد. معلوم است که همه این کارها برای دسترسی بیشتر به ذخیره‌های محدود جهانی صورت می‌گیرد و این از یک گریبان سر برآوردن و درجه یکجایی برای منفعت عمومی مبارزه بردن میتواند یک ثمره خیلی بیشتر داشته باشد که اکثر کشورهایی که در چنین جاده رفتن در 200 سال اخیر موفق بودند. درست است، یعنی هویت جانبداری کردن ارزش‌های ملی دولتی. بله، هویت این پیش از همه خودشناسی یک انسان است. وقتی که خودشناسی ملی می شود در این جامعه بیشتر ارزش های رشد می کنند و قوی می شوند که ارزش های خود همین مردم هستند و سرانجام با منفعت همین مردم آنها کار می کنند و سفربر کرده می شوند. البته در این دنیایی که ما زندگی می کنیم در 2000 اخیر حداقل دین های جهانی بودند که آنها تفکر انسان ها را به خود جلب می کردند، در بعضی حالات با راه ترغیب و تشویق، در بعضی حالات برای ترس و هراس و زورآوری و اما همیشه معلوم است که دین‌های جهانی مرکزشون کعبهشون کجا است و مردم رو برای خدمت به کی و به چی سفربر میکنند. اما این
جهانبینی و این هویت و طرز دولتداری در اخیرهای عصر 18 دیدند که با بنبست گرفتار شد و هر آن دولت‌هایی که آن را رها نکردند و با ترغیب و تشویق هویت ملی خود دست نزدند، آنها تا چند عقب ماندند. حتی کشورهای تاریخاً بزرگی با مانند چین، ایران و هندوستان، اینها در زمانهای اولی که این روند شروع شد آنها به این روند توجه نکردند و عقب ماندند و عاقبت مستملکه شدند. ما میدونیم که از مستملکه شدن هندوستان چه ضرر دید، چین با همان فرهنگ بزرگ چه ضرر دید و اینها هم عاقبت مجبور شدند که سیستم خود را دیگر کنند، ارزش‌های خود را دیگر کنند، بیشتر به ارزش‌های ملی رو آورند و در اساس ارزش‌ها و منفعت‌های ملی مردم خود را بسیج کنند و برای کار و فعالیت بیشتر برای منفعت عموم سفربر نمایند. بله درست است. امی وضعیتی که گفتین در همون کشورهای ابرقدرت یا پیشرفته از جهت از لحاظ اصلا اقتصادی که امروز در جامعه جهانی کشورهای پیشرفته محسوب می‌یابند، امی وضعیت وجود داشت در سالهای تاریخاً 100 سالهای پیش؟ بله 100 سالهای پیش وقتی که اگر مثال بیاریم ما کشورهای غربی رو، در آنجا وقتی که ایدئولوژی یا که جهانبینی مذهبی حکم فرما بود و این دولت‌ها رو باید بنبست گرفتار کرده بود و دانشمندان و روشنفکران این قاره این خطر را سری وقت احساس کردند و علاقه از عصر 16 و اولهای عصر 17 شروع کرده آنها بسیار مبارزه برای کم کردن نفوذ نصرانیت به دولتداری و جامعه شدند و آنها تا جای موفق هم شدند، چون که بسیار جنبازی ها کردند و عاقبت توانستند در بعضی کشورهای علاهیده رهبران آن را متقاعد سازند که با چنین حال نمیتوان دیگر پیشرفت کرد و باید که نظام رو دیگر کرد و باید که حاکمیت ملت و حاکمیت مردم رو بر سر دولت آورد و سرانجام باید که ارزش‌های ملی احیا شوند و چون که هر یک ملت‌های بزرگ در اروپا چه در آسیا پیش از سر زدن حکمرانی دین‌های جهانی، دین‌های سامی، اینها داشتند یک خیلی فرهنگی خودی و فرهنگی ملی که میتوانستند در اساس آن باز هم از نو یک نظامی نو سازند و مردم را در اطراف آن متحد سازند و برای دسترسی به منفعت‌های عمومی خود آن را استفاده برند. درست است. خب شرایط جهانی شوی است و با آمدن اینترنت اصلا خبرها اطلاعات جهانی از کدام هر یک نکات جهان که باشد بسیار زود به یک انسان میرسد. میتواند امی وضعیت بی‌هویتی خدا نکرده به همون کشورهایی که بسیار مردمان به هویت و وطن خود را با جانبداری به یک دولت‌های پیشرفته رساندن تاثیر برساند. خب البته این خطر برای همه کشورها وجود دارد، اما فکر میکنم با آن کشورهایی که تا درجه به سطح بلند هویت ملی رسیدن و در اساس آن یک رشدی نظر است داشتن، خطر با آنها کمتر است، چون که آنها میتوانند در برابر این تهاجم هایی که میشود ایستادگی کنند. اینجا بیشتر آسیب پذیر هستند کشورهای به اصطلاح درآمده، کشورهایی که بعداً مخصوصا اول عصر 21 به پیرهی رشد وارد شدند و آنها کوشش کرده ایستادند که اکنون آن هویت ملی خود را احیا کنند و در اساس آن تجربه غرب را و تجربه کشورهای پیشرفته شرق را هم تکرار کنند و کشور خود را به یک پیرهی رشدی با سرعت وارد کنند. اما در پیش روی آنها خطرهایی ایستادند، چون که در گروه‌های منفعت خواهی که می‌خواهند از آن جهان بینی و از آن سیستم‌های کهنه و فرسوده سوء استفاده کنند در این کشورها قوی هستند و آنها با هر راه و اصول‌های چه اخلاقی چه غیر اخلاقی می‌توانند بر ضد این نوآوران، بر ضد این آنهایی که می‌خواهند تغییرات کنند و یک نظامی نو باشد و یک جهانبینی نو در بین مردم گسترش یابد و در اساس آن کشور رشد کند، آنها مانع می‌شوند و بیشتر خطر بر سر این کشورها، بر سر این مردمانی نسبتاً عقب مانده می‌آید، نه به آن کشورهایی که البته در یک سطح معینی رشد رسیدن و هویت ملی در آنها خیلی بالا رفته است. درست است. و در وقت داشتن هویت یا که احیای هویت یا برگرداندن امو هویت برای کشورهایی که عقب مانده یا در حال رشد به کشورهای رو به رشد خلل ایجاد کرده میتونه؟ خب البته خلل ایجاد میکنه، چون که ما میبینیم در بعضی کشورهای رو به رشد که تا یک سطح خیلی نظررسی رشد میرسن، اما در آنجا یچیکه های گروه های منفعت خواهی جهانی که میخواهند از همان عقاید عقب مانده استفاده برده منفعت های شخصی خود رو در این کشورها پیاده کنند زیاد میشوند و آنها میتوانند که یک قشر جوانان فعال رو به دام خود افکنند و آنها را بر ضد آن کشورها استفاده کنند. مخصوصا یک مثال از همه روشن برای ما این
کشور سیریه شده میتواند تا سال 2010 این خیلی محصولات های زیادی استحصال میکرد، در یک سطح رشدی نسبتا در کشورهای شرقی خیلی بلند قرار داشت. اما متاسفانه آن گروه ها توانستند که در این کشور راه یابند و یک گروه جوانان را به خود جلب کنند و با استفاده از مال و جان آنها این یک کشوری در پیراهه رشد وارد شده را از آن بیرون کنند و به یک خرابازار تبدیل یابند. چون که ما میدونیم در چند سال اخیر هم که در اینجا جنگ ها کمتر شده است، اما حالا هم سوریه نمیتواند که پورا قلمرو خود را در زیر اطاعت قانونی خود وارد سازد و باز هم کوشش کند که یک جهش دیگر داشته باشد. حالا هم این کشور با یک مشکلات خیلی صنعی که از جانب همان گروه های منفعت خواه ساخته شدند گرفتار شده است و حالا هم کوشش میکند که یک راه نجات یابد. درست است. خب اساسی ترین چیزی که یک شخص را برای درک هویت دعوت میکنه چی است؟ یعنی کشور ما که جمهوری ما یک کشوری رو به رشد است و از طرف حکومت کشور هم بسیار برنامه‌های برای بسواد کردن جامعه یا به دعوت کردن برای سوادناک ساختن یا کتاب خواندن یا درک خودشناسی و ملی بسیار برنامه‌های زیاد راه اندازی کردن. میتونید بگید اساسی ترین چیز چی است که برای برگرداندن هویت ملی یا وطن دوستی یا خودشناسی یک ملت تاثیر میرساند؟ خب پیش از همه یک قدمی خیلی استواری که ما گذاشتیم این در دوران تاجیکستان شوروی بود که ما توانستیم که فردوسی رو از نو معرفی کنیم، شاهنامه رو از نو زنده کنیم و بسیار هان ارزش هایی که ما شوی ملی که داشتیم و ارزش های ملی ما از حسابی تاریخی زیاده از 2500 ساله است، از حسابی اساطیری بیشتر از 8000 سال ما تاریخ داریم. همه اینها رو ما توانستیم که تا درجه‌ای که سیاست شوروی اجازه میداد ما زنده کنیم. و خوشبختانه بعد از درآمدن به عصر 21 چون که ما میدونیم در سالهای اولی استقلال کشوری ما باز هم بر دام همان گروه‌های منفعت خواه افتید و به یک جنگ خرابی پیش رو شد و خوشبختانه حکومت مملکت توانست که در یک مدت کوتاه از این فاجعه مردم و کشور ما رو بیرون کشد و از اولی سالهای 2000 سر کرده ما قدم به قدم معرفی کردن فرهنگ و تاریخ ملت خود را شروع کردیم که نسل نو تواند که در برابر آن همه ادبیات و آن همه هجوم‌های اطلاعاتی که صورت میگیرد یک معلوماتی دقیق درباره خود هم داشته باشد، درباره تاریخی خیلی فرهمند و تاریخی خیلی شهرتمندی 2500 ساله خود داشته باشد. این است که بزرگان ما از تاریخ تاجیکان کتاب ها چاپ کردن، بزرگان ما توانستند که تا جای هم تاریخ کتاب هم تاریخ تلویزیون رادیو و مطبوعات دوری فرهنگ و تاریخ ما را به مردم معرفی کنند و این تا جای ما را از خطرها حمایت میکرد. اما چون که معلوم شد تا آخر توانستیم ما این کارو کنیم که بعضی جوانان ما گرفتار این تبلیغات غیر انسانی همان گروه های منفعت خواه شدند و رفته در عراق و سوریه کشته شدند. درست است. تأثیری اصلا یک جامعه تا چند نسل میتواند تاثیر بکند؟ حیات اجتماعی یک نسل، یک جامعه برای نسل خود. خب ببینید در عصرهای پیش که وقتی که تکنولوژی اطلاعاتی کمتر رشد کرده بود این چند نسل رو در بر میگرفت، اما در عصر حاضر که تمام واسطه های رسوندنی معلومات به طور خیلی سریع به مردم علاقه وجود دارد، این دیگر میتواند نسل رو در بر نگیرد. 10 ساله 12 ساله در 10 ساله این کار انجام گیرد و در اینجا باید حتما یک برنامه درست داشت و من فکر میکنم که آن برنامه هایی که از طرف حکومت مملکت پیاده میشوند و برای بیشتر رسانیدن اطلاعاتی درست به مردم، مخصوصا با راه رسانیدن کتاب تاجیکان به هر خاندان، چون که میدونید مثال به راه رسانیدن شاهنامه فردوسی، این حماسه ملی ما که میتواند بسیار تأثیری مثبت به هویت ملی تاجیکان داشته باشد، این یک خیلی اقدام جدی است و این هم در برابر آن تهاجم های بیگانگان و دشمنان میتواند یک سپر برای ملت و دولت ما باشد. بله، بسیار زیاد تشکر. خب شنونده عزیز، برنامه دیدگاه را میشنوید با اشتراک مهر صابریان، دانشمند جوان تاجیک، کارمند مسئول اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان و آل یک وقفه کوتاه میگیریم و به ادامه برنامه برمیگردیم. دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر. تاجیکستان سیاست درهای کشاد را پیش میبرد. 46% حتی شاید بیشتر از این هم هست اهالی کشور افغانستان را تاجیکا تشکیل میدهند.
کاهش یافتن ذخیره‌های آب در دریاهای فرامرزی الکی امروز در اکثر کشورهای جهان احساس می‌شود. سوال در اینجاست، پرسش اینجاست که چرا طالبان مردم را بند میکشن؟ جامعه جهانی چرا خاموش است؟ هیچ وقت رهبریت تاجیکستان نسبت به گروه‌های تروریستی سیاست دوگانه را پیش نگرفته. خاص زنایی است که به او حق داده شود. بهترین دانشمندان را این مادرها بوده تقدیم کرد. زیاد از 1.5 میلیارد مردم سیاره از آب نوشاکی تنکسی میکشند. هر چیزی که میمونیم آگاهانه کنیم، ما باید غفلت نداشته باشیم. سرزمین زیبا و با و اجدادی ما را تسلیم تروریستا میکنید و نخبه‌ها و نسل آینده وطن ما را به کشور خودتون. نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه. همراهان عزیز، برنامه دیدگاه است از بخش دری رادیو برونمرزی آواز تاجیک و صحبت ما با مهر صابریان روی هویت ملی و تاثیر آن به پایداری یک ملت و یک دولت است. خب آقای مهر، میتونید بگویند که چرا هویت دینی طوری که مشاهده می شود، چرا هویت دینی برای یک انسان اصلا هویت دینی و مذهبی پیشتر از هویت وطن دوستی یا که ملی است؟ خب بینید، این هم برمیگردد به همان اثرهای میانه که در آن دوره بسیار گسترش این هویت دینی با طوری خیلی خشن صورت گرفته بود و یک احساسی ترس در انسان‌های آن دوران به وجود آورده بود که برای مثال در منطقه ما هم این کارها صورت گرفته بود و مردم ما تا جای از روی ترس و هراس به این گرویدن و چنانه که ما درباره تاریخ اماراتی بخارا می‌خوانیم، این هم کشوری ما که پیش از اتحاد شوروی بود، ما می‌بینیم که در آنجا دیگر خیلی کم از هویت ملی ما داشتیم و در آنجا در بسیار مورد آدم‌ها ساکنان این منطقه ما خود را همچون ایرانی دیگر احساس نمی‌کردند و آن مهاجرایی که از ایرانی امروزه به سمرقند و بخارا می آمدن آنها را مهاجر و ایرانی می نامیدند. تصور نمی‌کردند که خودشان هم ایرانیان و آنها برادر و خواهر اینها هستند و همین روند در دوران شوروی اگر تا جای هم شکست خورده باشد و تا جای هم در دوره شوروی بزرگان ما توانسته باشند که هویت ملی ما را بیدار کند و نشان دهند که ما تاریخ خیلی بیشتر از این داریم و ما پیش از این گرویدن به دین اسلام هم داشتیم یک کشورهای بزرگ جهانگیری که میتوان با آن افتخار کرد، میتوان در یک جایگی هم با تاریخ عصر قدیم و هم با تاریخ دوران عصرهای میانه و بعداً در عصر نو هم یک افتخاراتی داشته باشیم و این رو ما تا جایی توانستیم زنده کنیم. اما تا آخر نرفت، چون که در این یک دوره از نقطه نظر تاریخی گیریم خیلی کوتاه بود و نتوانست تاجیکستان شوروی که پورا با هدفهای خود رسد و اما خوشبختانه بعد از به استقلال رسیدن و سازشنامه صلح امضا شدن، حکومت امروزه ما هم همان سیاست رو پیگیری کرد و هویت ملی تاجیکان رو تا جای بیشتر معرفی کرد، بیشتر زنده کرد. این در حالی است که در ما آزادی اعتقاد و آزادی دین هم تأمین است و دولت ما همه دین ها رو برابر اعتراف میکند و یک شرایط مهیا آورده است که آنها یک موجودیتی بی‌خیف و آزادانه داشته باشند. اما چون که طلبات زمان بود، طلبات عصر نو بود، البته این طلبات دو عصر اخیر بود و امروز هم دیگر اهمیت خود رو گم نکرده و اهمیت بیشتر پیدا کرده است. از همین جهت حکومت ما هم برای ساختن دولتی نوین هویت ملی را بیشتر احیا کرد و کوشش کرده ایستادیم که در همین دایره و در همین اساس خودشناسی ملی و ناموس ملی یک دولتی قدرتمند ساخته باشیم و مردم ما همیشه آماده باشد که کشور ما را در برابر خطرهای بیرونی حمایت کند و متاسفانه عصر اطلاعاتی با آن همه منفعت‌هایی که به ما آورده میتواند این یک دریچه دیگری هم شد باز با همون برای همون گروه‌های منفعت خواه خارجی که میخواهند با طریق گسترش عقیده های عصر میانگی، طریق گسترش آن همه تفکر و ایدئولوژی کهنه مردم ما رو به خود جلب کنند و با واسطه استفاده بردن از جان و مال همین مردم منفعت خود را پیاده کنند. یعنی امروز دشوارتر است داشتن هویت، برگرداندن هویت برای یک انسان، چرا که تاثیر بیرونی هم هست
بله، تاثیر بیرونی متاسفانه در همه دور زمان بود. امروز آسان‌تر است. امروز نمیتوان گفت که دشوارتر است، اما مرز وسیع‌تر شده است و نه تنها باید که طریق مکتب و معارف و طریق رسانه‌های دوری و طریق تلویزیون و رادیو مبارزه بود، باز هم در اینترنت باید جایگاه داشت و در شبکه اینترنتی در همه اون شبکه‌های اجتماعی باید حضور داشت و با حضور خود نشان داد که تاجیکان چی فرهنگ دارند، چی تاریخ دارند، چی ملت دارند و مهمتر از همه نه فرهنگی ما، تاریخ ما، نه مردمی ما ضد یگان فرهنگ و ملت دیگر نیست. تنها ما می‌خواهیم که همچون عضوی کامل حقوق و برابری دیگر ملت‌ها و دیگر فرهنگ‌ها وجود داشته باشیم و در اساس همین توانیم که یک زندگی صلح‌آمیز در سطح جهانی داشته باشیم و البته مبارزه ها برای دسترسی به ذخیره ها از میان نرفتند و اما این مبارزه ها به طور مدنی و به طور بیشتر کوشادن و اختراع کردن تکنولوژی های نو، تکنولوژی اداری نو، توانیم که ما منفعت ملی خود را حمایت کنیم در سطح جهانی. بله درست است. اصلا هویت این هم جانبداری کردن از ارزش های ملی است، یعنی دوست داشتن اجداد است، تاریخ است، سرزمین است. بینو به همون یک قصه ای که پیش سینا یک طفل را آوردن بعد 40 روز گفت که با تربیه او 40 روز دیر شد. بگین که یعنی داشتن هویت، وطن دوستی، خویشتن شناسی اصلا بیشتر از خانه ابتدا میگیرد یا که بیشتر تاثیر جامعه است، مکتب است، کوچه است، رفیق است، دوست است، چی است؟ خب البته همچون یک عالم مشاهده‌گر بزرگ ابن سینا سخن را از هوا نگفته است. معلوم است که این سخن یک اساسی دارد و برای همین نقش عائله و نقش پدر و مادر و نقش آن همه خویشتباری که هست در کودک تاثیر میگذارد خیلی زیاد است و معلوم است که وقتی که 6-7 سال در خانه اگر کودک از ارزش‌های ملی دور باشد و خانه‌ای که در اونجا ارزش‌های ملی راه نداشته باشند، تنها ارزش‌های مذهبی باشند و در اساس آن کودک تربیت یافته باشد، خیلی دشوار می‌شود برای آموزگار، برای مکتب و برای عموما سیستم معارف که آن را اصلاح کند. و اما این به معنی نیست که این کار شدنی نیست و باید که سیستم معارفی ما درست کار کند و تا جای آن کستگی که از عائله میآید، از بعضی عائله ها، آن را اصلاح کند. و اما وقتی که دولت ما کتاب تاجیکان را به همه عائله ها تقدیم میکند، این همچون یک تحفه‌ای که برای در گوشه ایستاده باشد نیست. این با آن معنا است که پیش از همه پدر و مادر این کتاب را ورق بزنند و با تاریخ پر افتخار خود آشنا بشوند و بعداً آن تأثیر خود را به کودکان رسانند. معلوم است که کودک کتاب تاجیکان را خوانده نمیتواند. این کتاب علمی با حجمی بزرگ و اما پدر و مادر میتوانند بخوانند و شناس شوند و در اساس اون کودکان خود را تربیت کنند. و البته این تربیت از نامگذاری آغاز می شود. وقتی که نامی کودک را از نام یک قهرمان ملی میگذارند و کودک وقتی که سخن میگوید، وقتی که میپرسد معنی نام خود را، پدر و مادر میفهماند معنی نام را، از آنجا الکی سر میشه هویت ملی. نام من رستم بوده است، این رستم رمزی عدالت و رمزی بزرگی و رمزی حفظ وطن بوده، یا که نام من سیاوش بوده است که این رمزی پاکیزگی و حلال کاری و دست زدن با کارهای خوب است. همه اینها در یک تربیت فرزند تاثیر میگذارند و هویت ملی را الکی از عائله اساس میگذارند و وقتی که کودک به مکتب میآید، همین خیلی آموزش ها است، همین خیلی ارزش ها است، ارزش های ملی هستند در آنجا. از مکتب الکی کودک یک انسانی با هویت بلند با وای میرسد، چی دانشگاه رود چی نرود، الکی در جامعه یک هدفهای مشخص دارد و خدمت به همین وطن، به ارزش های همین است و چون اگر میتوان گفت که قبله آن دیگر همین تاجیکستان میشود و آن در برابر همه خوف خطر بیرونه پیش از همه میتواند خود و عائله خود را حمایت کند و بعدا میتواند که جامعه و دولت ما را محافظت کند و برای آن وقت صرف کند و جانبازی کند. بله درست است. به نظر شما طبق مشاهده شما امروز مخصوصا جوانان تاجیک در نسبت جوانان چند سال، مثلا بیش از 30 سال پیش، در کدام سطح هویت را دارند؟ اگر ما یک تحقیقات های سطحی رو بینیم، چون که ما مشاهده میکنیم در شبکه‌های اجتماعی، چون که در جامعه چون که ما میدونیم مردم ما همیشه احتیاطکار است، در جامعه موقع خود را روشن نمیکند، بیشتر یک بی‌طرفی رو اختیار میکند و اما در شبکه‌های اجتماعی ما توجه میکنیم. درست در حال حاضر ما توجه میکنیم که یک گروه کلانی جوانان هویت ملی ندارند و هویت مذهبی آنها بیشتر رشد کرده است و آنها همیشه دنبال حفظ و حمایت همان گروه‌های مذهبی میگردند. در
متاسفانه در بعضن حالات گروه‌های مذهبی که همچون افراطی از جانب دادگاه تاجیکستان اعتراف شده است و پشتیبانی کردن و گسترش دادن ایدئولوژی آنها معنی است. اما می‌بینیم که بعضی جوانان در آنجا هم رفته ایستادند. اما در برابر این ما می‌بینیم که جوانان دیگر برای حفظ وطن کوشش کرده ایستادند و در همه آن پست‌های می‌گذارند، کامنت‌های می‌گذارند، شرح‌هایی که می‌گذارند همیشه منفعت ملی را حمایت می‌کنند و از دولت‌داری ملی حمایت می‌کنند و این یک نشان دهنده است که در آینده اگر ما توانیم که همین ارزش‌های ملی خود را برای جوانان بیشتر معرفی کنیم، بیشتر نشان دهیم که ما چی افتخارات داریم و با این افتخارات و با این جهانبینی و با این هویت ملی می‌توانیم در برابر کشورهای دیگر ایستادگی کنیم. امکان دارد که صف این جوانان خودشناس و وطن پرست زیاد شود و در یک جایگی ما توانیم که تاجیکستان خود را در این رقابت، در این گرفتاری که جهان امروز قرار دارد یک پیش بریم و توانیم که رقابت کنیم و ما تنها چون که گفتیم در یک جایگی میتونیم که حق خود را و آن چیزی که به ما تعلق دارد در سطح جهانی گرفته توانیم و آن را نگه داشته توانیم. بله درست است. در همین حال طبق مشاهده من به همین بازی فوتبالی که اخیراً تیم تاجیکستان در سطح بسیار پیش چهارم نهایی اشتراک کرد و این بازی یا بردی تاجیکستان اتحادی ملت ما را نشان داد. نه تنها در تاجیکستان، بیرون از کشور، نه تنها از سن و سال جوانان بلکه از خرد تا بزرگ همگی یعنی اتحاد بودن، دوست داشتن وطن را نشان داد که به یک بازی فوتبال همگی افتخار کردیم به نام تاجیکستان توسط یک تیم ملی تاجیکستان. میتونید بگید که رشد یا ورزش یا اقتصاد در یک کشور، مثلا کشور ما، به اتحاد یا به هویت ملی ما تاثیر میتواند بگذارد؟ البته همیشه در همه ساحه ها معلوم است که هم نظری است هم عملی است. وقتی که ما جوانان رو با گذشته پر افتخار خود آشنا می‌سازیم، با فرهنگ غنی و جهان شمولی خود آشنا می‌کنیم، این یک چیزی نظریوی است و در عمل هم باید ما چون که شما قید کردید یک فعالیت‌های ثمراناک داشته باشیم که اساس شود برای باز هم بیشتر همگیری آن قشر اهالی که هویت ملی دارد و آن دیگر مردمی که هویت ملی دارد و بیرون از قلمرو امروزی تاجیکستان زندگی می‌کند. ما باید که یک پیشروی‌ها داشته باشیم که در عمل نشان دهیم که ما توانستیم که با استفاده از همین جهانبینی علمی و همین هویت ملی خود یک پیشروی‌های داشته باشیم، چون که پیشروی خیلی بی‌سابقه در بازی‌های آسیایی داشتیم و امیدواریم که این تجربه را باز در جام جهانی هم ما تکرار می‌کنیم و در برابر این ما باید در دیگر ساحه‌های ورزش و در دیگر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت تاجیکستان داشته باشیم که چون که ما معلومات داریم تا امروز اما این رو باز هم قوی‌تر کردن در کار. باز هم ما باید با استفاده از همین فرصتی که هست در عمل هم یک پیشروی ها در همه ساحه ها داشته باشیم که اینها در یک جایگی با شناخت درستی خود و گذشته خود و بلند بردن هویت ملی خود تواند که جوانان ما را باز هم تشویق کند برای خدمت بر همین وطن و برای در یک جایگی فعالیت کردن و چون که میگویند گرفتن حق خود از زبانی شعر. درست است. خب آقای میر، یک سوالی دارم. بگید که در امتداد تاریخ طور معلوم ملت ما توسط مثلا تاثیر عوامل سیاسی به مناطق به مرزهای گوناگون تقسیم بندی شدن. امروز از کشورهای منطقه، از مثلا پاکستان، چین، ملت تاجیک از هویت خود درک میدهند که ما تاجیک هستیم. چگونه امی هویت ملی رو در مقیاس منطقه برگردان؟ طور شما هم تاکید ورزیدید در دوره امارت بخارا، یعنی اونها علاقه هویت ایرانی خود را از دست دادن. چگونه همین را باید گردان؟ باز هم جهت برای اتحاد بودن. خب خیلی خوب است که تاجیکستان معاصر همه دولت‌هایی که امروز هستند به رسمیت شناخته است و مرزهای آنها را رابطه دوستی دارند، با آنها رابطه دوستی برقرار کرده است و این امکان می‌دهد که ما با آن هم ملتان خود در این کشورهای دیگر رابطه داشته باشیم و با آنها آن همه معلوماتی که ما داریم رسانیم و آنها با فرزندان خود آن معلومات را رسانند و هویت ملی خود را بالا برند و توانسته باشند که در این گیریدار جهانی شوی زنده مانند و از بین نروند و چون که
که قید کردیم این هم یک کاری هم عملی می شود هم نظروی، چون که الکی ما از نقطه نظری استحصال اطلاعات و نشر کتاب و مقاله و مجله ها در داخل خود یک پیشروی داریم و الکی این رو می توانیم به طور عملی رفته به آن ملتان خود رسانیم و آنها را متعهد سازیم که شما هم یک قسم جنور شونده ماین، هرچند در یک قلمرو کشوری دیگر زندگی میکنید اما ما با این کشورها هم رابطه دوستی داریم. ما شما را هیچ وقت تنها نمیگذاریم و هر کمک و هر یک چی فرهنگی و معنوی که باشد ما رسانده میتوانیم. و در برابر این باز هم همین رشدی همه جهتای کشوری ما میباشد، چی در ورزش، چی در اقتصاد، چی در استحصال یگان علم و سیاست و تکنولوژی نو. وقتی که یک تاجیک در چین نشسته یا در پاکستان نشسته میبیند که تیم ملی ما در جام آسیا یک جای نمایان را انتخاب کرد و افتخار میکند، باز هم مهرش به همین فرهنگ و به همین تاریخ بیشتر میشود به ملت خود. بله، در برابر این وقتی میبیند که سروری دولتی ما از منبرهای بلند جهانی برآمد میکنند و در آنجا از فرهنگ و تاریخ ما سخن میگویند و در آنجا در حل مشکلات گلوبالی سهم میگذارند، باز هم آنها در اینجا افتخار میکنند و افتخار هویت باز هم افتخار میکنند و در اینجا باز هم هویت ملی آنها بلند میشود. و دیگر ساحه ها چون که ما ایستگاه آبی برقی راغون رو پورا به کار درآوریم، این هم یک دستاورد بزرگی ما میشود، این افتخاری هم ما هم آنها میشود و با همین طریق یعنی که با دو دگریش پیوسته با آنها و توجه کردن با آنها و از نقطه نظر دیگر رشد و گسترش با سرعت همه جهته در تاجیکستان، این در یک جایگی میتواند که هویت آنها را باز برای سالهای آینده نگه دارد و آنها از تاجیک بودن خود افتخار کنند. بله درست. و ما هم در برابر خود از آنها افتخار میکنیم که در این قدر مشکلات و در این قدر از هم عصرهای میانه هم عصر نو توانستن که هویت خود را نگه دارند و تاجیک بودن خود افتخار کنند و آن را به جهان اعلان دارند که ما عضو همین تاریخ و همین فرهنگ هستیم و از این افتخار داریم. خب دفعتا در همین حال یعنی تاجیک بودن همین فرهنگ غنی، تمدن غنی، همین ملتی که توسط همین تاجیک‌ها در کشورهای دیگر بر رشد اقتصادی و اجتماعی و مدنی همین کشورها تاثیر گذاشتن، همین مردم، همین ملت. خب بینید وابسته به اون است که ما درباره کدام کشور سخن میگیم. اگر کشوری چین باشد معلوم است که این خیلی کشوری کلان است و آن سهمی که تاجیکان برای رشد این کشور میگذارد خیلی کم است و آن را دیدن مشکل است. اما در کشورهای دیگر مخصوصا اگر پاکستان و هندوستان گیریم، ما در اینجا تاجیک گفتن آنهایی را میگوییم که خود را همچون با این مفهوم تاجیک اعتراف میکنند، بلکه آنهایی را میگوییم خود را ایرانی و پارسی مینامند که مخصوصا در هندوستان فارسیان هند بسیار بودند که در رشد و پیشرفت این کشور سهمی بزرگ دارند، ادبیات مخصوصا. بله اکنون تا کجا آنها تاجیکستانی امروز را وطن خود میدونند، اما معلوم است که آنها هم همملتانی ما هستند و در این کشورها فعالیت‌های خیلی با ثمر دارند و در رشد و پیشرفت این کشورها یک سهم دارند. و وقتی که ما در رسانه‌ها می‌بینیم یا در شبکه‌های اینترنتی می‌بینیم که اینها چه سهم می‌گذارند، اینها چه خیلی پیشروی دارند و چه خیلی در سیاست و اقتصاد این کشورها سهم دارند، این هم یک افتخاری ما میشود. یعنی که در اینجا یک رابطه متقابله صورت میگیرد، یعنی که از آنها ما الهام میگیریم، آنها از ما الهام میگیرند. همین طریق ما میتوانیم که در جهان امروزه جهانی شوی که دیگر در همه کشورها نمایندگان ملت‌ها و دین‌های گوناگون با هم زندگی میکنند، در با اینها یک رابطه خوب داشته باشیم و در این با این واسطه توانیم که فرهنگ و تاریخ خود را باز هم غنی‌تر کنیم و بر نسل‌های آینده رسانیم. بله درست است. خب زنده باشید. بسیار تشکر به شما. در همینجا ما هم برنامه را به آخر میبریم. شنونده عزیز، آقای مهر صابریان بودند، دانشمند تاجیک، کارمند اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان که طوری هم شما شنیدید یک صحبت بسیار خوب و بسیار وسیع در مورد خودشناسی و هویت ملی داشتیم. خب تشکر از شما و زنده باشید از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و خدمت شنونده ها آمدید. سپاسگزارم از دعوت شما. من هم خیلی شدم که در این ساعت با شما بودم و آن همه سخن‌هایی که بود با شنونده شما رساندم و امیدوارم که شنوندگان از این یک کمی هم باشد منفعت برداشته باشند. بله حتما و بازم تشکر میکنیم. خب شنونده عزیز، اینجا برنامه دیدگاه را به آخر میبریم. با تقدیم یک آهنگ مقبول به ادامه برنامه برمیگردیم.